bo'libdi. Terezasini shaqqan, sindirgan. افراد نامعلوم ماشین فعال حقوق بشری قزاق نورجان محمدов را تخریب نموده در کرسی راننده کلای سگ را جای دادند. تیره‌های ماشین شکسته، هوای چرخ‌هایش خارج و در تن آن کلمه ناجا نوشته شده است. من این عمل را با افکار سیاسی هم مربوط می‌دانم. هیچ شبهه ندارم. سخن من حق است و من بر ضد توسعه حضور چین هستم. هدف آنها بدون شبهه ترسانیدن من است. محمدов مخالف توسعه روزافزون حضور اقتصادی چین در قزاقستان است. او همچنان به حمایت از محبوسان سیاسی و مردم بیخانه و جای صدا بلند کرده است. سالی روان محمدов چند دفعه به مدت کوتاه حبس شده است. طرفداران محمدов به اداره دادستانی رفته تفتیش حمله را طلب کردند. تفتیش این قضیه اوباشی آغاز یافت. حادثه همین روز به وقوع پیوسته است. پس تفتیش رسما شروع شد؟ بله، ما از پلیس عریضه خاص دسترس کردیم. در گذشته نیز به ژورنالیستان مستقل قزاقستان جسد سگ و یا سر سگ فرستاده بودند. در اینجا حقوق‌های ما حمایت نمی شود. در کشورهای مترقی سگ را هم حمایت می کنند و کمک طبی می رسانند. در اینجا از حقوق مردم و فعالان جمعیتی دفاع نمی کنند. ما را برابر همان سگ احترام نمی کنند. این بار اول نیست. اخیراً اسنای مرافعه پرونده نورجان محمدов ماشین وکیل مدافع او را تخریب کرده بودند. آنها در مسافه 10 متر از بینای دادگاه و در روبروی دوربین نظارتی این کار را کرده بودند. فعالان حقوق منتظر نتیجه تفتیش هستند.